بریم که 36مین کوکسا رو با هم بسازیم. تراشیدن مداد پرگار با سنباده. دقیقه 1 من یه سوالی پرسیدم، اگر جواب بدین از طرف وودی لایف بهتون هدیه تقدیم میشه. طراحی قسمت دسته کوکسا که مثلا برای طراحی این حالا دسته کوکسا یا طراحی دیگه یه 2-3 ماهی کلاس طراحی رفتم و تاثیرم داشته، پیشرفت کردم. حرارت مته گازور خیلی بالاست، نگاه کنید چه بخاری زده بیرون و خوبه زمستون گرم میشه، واقعا نیازم بود. سنباده داخل کوکسا خود اون لیوانه انتهای کاره. آقا خیلی مخلصیم. یه سوال یا یه چالش، همیشه برای ساختن کوکسا اول باید داخلش رو درست کرد، خب یعنی این کاسه یه درست شه، سنباده بخوره، بعد بریم قسمت بیرون کار. فکر میکنید چرا؟ واقعا چرا؟ خب میریم که انتهای کار رو با هم بتراشیم، یعنی دسته. با مته گازور سوراخ میکنیم اول، بعدش با چوب ساب منفی تراش که رو فرز انگشتی گلو بلند وصل میشه ترتمیزش میکنیم. شاعرم میگه به تراش ای چوب تراش، همچین چیزی. داریم به انتهای کار نزدیک میشیم. خیلی ممنونم که با کانال وودی لایف همراهید. دمتون گرم که سابسکرایب کردید و اگرم تازه وارد کانالم شدید و دارید این ویدیو رو نگاه میکنید، با سابسکرایب کردنتون به هم انگیزه میدید تا ویدیوهای بیشتری رو آپلود کنم. هر ایده‌ای هم که داشته باشید به هم بگید تا اجرا کنم براتون. این کوکسا قراره برسه به یه کوهنورد. امیدوارم باهاش کوههای خفنی رو صعود بکنه. مبارکش باشه. بازم براتون ویدیو میذارم از کوکسا، ظروف مختلف، ظروف پذیرایی چوبی، و دمتون گرم که همراه هم هستین.